سلام گایز، امروز برای 4 تا تم از آب نبات‌های جدید رو آوردیم که تستش کنیم ببینیم چه طعمیه. البته این دو تا آناناسی هستن، هر کدومشون هم از یه برند دیگه است، کلا با هم فرق دارن. ببینیم چه طعمیه. خب یا بتونید ترکا بازی میکنیم درم. خیلی خوب بود، خیلی خوبه. این مزه بود یا مزه میداد؟ بگو مزه اب میداد، مزه چی میداد؟ تو دهن آب میشم یه هم میترخن. این خیلی جذابش کرده. بزرگاش هم خیلی خوبم. طعم شیرین و طعم یه ذره هم طعم آناناس، یه ذره، یه کوچولو مثلا. این از یه برند دیگه است. همون طعم آناناسه ولی از برند دیگه. ببین این پودرش خیلی زیادتر، اما این درشتاش خیلی زیاده. پودرش خیلی زیاده. ببین پودرش خیلی زیاده. آره اینم دونه های درشتش زیاده. خیلی ریختم. خیلی شیرینم بچه‌ام، خیلی. دونه ای هم 10,000 تومنم. آره اینو بخون. این طعم سیبشه. اگه دقت کنیم رو هر کدومشون هم یه ذره دینامیت و بمب اینو چی. بچه ها بگم راستشو بگم ادیتمون تو ویدیو خیلی ضعیفه. برای همین داریم ادیت یاد میگیریم یه خورده کیفیتمون بهتر بشه. حالا بحثش این سبز دونه هاش. ببین این سبز دونه هاش دیدم نارنجی توشه یکمیه. ببینم. آره نمیدونم قاط شده. این بهتر از اوناست. طعمش خیلی خوبه به عنوان یه شکلات سیب سبز. بعد دونه هاش هم خیلی قشنگه. ببین خیلی خوبم بچه ها. دونه ای هم 10,000 تومنه ولی شکرشون خیلی زیاده. نمیرم برای اونایی که شکر خیلی میخورن خوبه دیگه. این آب نبات خوبیه دیگه، هر روز آب نبات میخورن اینا. این طعم کوکاکولاشه، طعم مردار آگمه. از یک کوکا رو میدم. قهوه‌ای طور داره، قهوه‌ای طور داره. بعد ببینم بیگه داره ماشا خوبه، بد نیست. خیلی خوبه، خوشم اومد. بچه اینا رو خواستیم بخریم تو همه سوپرمارکت ها و بقالی ها اینا میفروشن. نمیدونم بقالی میفروشن. بعد دونه ای هم 10,000 تومنه. اگه خواستیم میتونین همه طعماش هم تست کنیم. مثلا چیز 50,000 تومن 100,000 تومن نیست، دونه 10,000 تومنه. برندهای مختلفی هم داره، همشون هم از لب در میان. نمیدونم کوچیک بزرگش هم هست، کوچیکش هم هست. بعد گندش خیلی زیاده، چربی و نمک و اینا هم. آره سبزن. آره صفره. اما گندش 4.35 نمیدونم میلی گرم چیه، میلی نیست.
حالا بس ریاضیات و علم و علوم نکنید. 37 انرژی و کالری. آره 37 طعماش هم سیب و آناناس و کوکاکولا و بعد هیچی دیگه. مرسی این ویدیو رو تماشا کردین. لطفا چنل ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم لایک کنید تا هیچی دیگه. کلی از این ویدیوهای خفن هم داریم.